بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اینک به عون الله سبحانه و تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از 40 حدیث نوویه للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالی. به همین یعنی ما و شما از روی قاعده حدیثایی که امام نووی جمع آوردگی بود تمام کردیم. نه، بعضی کتاب‌ها میگویند که امام نووی فقط 42 حدیثه جمع آوردگی بود تمام. در بعضی جا میگویند که نه، 40 تا حدیث، 10 حدیث دیگر ابن رجب علاوه کرده بود. لیکن صحیح الله اعلم همان است که 42 حدیث را امام نووی ذکر میکند، باقی حدیث ها را بر ضمن این 42 حدیث تا به 50 حدیث که علاوه میکند، یعنی 8 حدیث دیگر از حدیث 43 تا 50 علاوه میکند الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالی. نعم. اینک قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث الثالث والأربعون، یعنی حافظ ابن رجب الله رحمتش کند میفرماید که حدیث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، خرجه البخاري ومسلم. یعنی از عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب ابن هاشم روایت میکنند که گفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: الحق الفرائض باهلها. المراد بالفرائض الانصباء المقررة في كتاب الله تعالى. مراد از فرضها، این حدیث ها آسان نیستن، خب الحق الفرائض باهلها یعنی فرضها را به اهلشان، به حق برهایشان رسانه. مراد از فرائض چیست؟ الانصباء المقررة في كتاب الله تعالى، یعنی همون نصاب هایی که در کتاب الله تعالی در سوره نساء آمدگی هستند، انا همون نصاب ها را به حق براشان دهید گفته ایستاده است پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. همون نصاب هایی که در کتاب الله سبحانه و تعالی مقرر شدگی هستند کدام ها می باشند؟ مثلا نصفه میگویند و هو الربع، یعنی 4/1، و نصف نصفه الثمن 8/1 می شود، و الثلثانی از 3 قسم 2 قسمش می شود، و نصفهما و نیمه این دو و هو الثلث 3/1 می شود، و نصفهما نیمه این دو و هو السدس، یعنی که 6/1 می شود. خلاصه یعنی که اون نصابهایی در کتاب الله حق سبحانه و تعالی آمدگی است ربع می باشد، یعنی 4/1 می باشد، یا که الثمن 8/1 می باشد، یا که الثلثانی یعنی از 3 2 حصه می باشد، یا که الثلث از 3 حصه 1 حصه می شود، یا که السدس از 6 حصه 1 حصه می شود، که اینها را فرائض می گویند. همون فرائض را یعنی که همین نصاب ها را
به اهلشان، به کسانی که یستحق و حق بر اینها می باشد، لایق است که همینها را گیرد، به همونها چیکار کنید؟ پیوست کنید. فما ابقت الفرائض، بس یعنی که فرائض چقدر که ماند بعد از یعنی گرفتن هر یک صاحب فرض حقش که گرفت، چقدر که بماند برای کی داده می شود اگر ماند؟ فلی اولا رجل ذکر، بس برای از همه نزدیکترین مرد، یعنی نام مرد آمده شده است با ذکرین گفته، یعنی که تاکید کرده شد. وقتی رجل که شد مرد می شود، همین خیلی است. بس برای کی دادن در کار می شود؟ برای یعنی نزدیکترین یعنی مرد در نسب، همون یعنی که نزدیکترین مرد در نسب به کی نزدیک است؟ به همون میراث گذارنده. به خاطر چی در اینجا یعنی که تاکید کرده شده است که باید که مرد گیرد، نه دیگر خشتباری نزدیکی همون یعنی که میراث گذارنده از زنها نگیرد و مرد گیرد. گفته ذکر گفته تاکید میکنن، زیرا آنکه مسئولیت مرد بسیارتر است، یعنی نگاه و بین و تصرف کردن و مثلا تجارت کردن و دیگر غم و اندوه عائله و یعنی سربانی و سرپرستی کردن عائله، این همش یا که تصرفی درست کردن، همین اینها در عهده مرد هستند. یک مردی هست که مثلا گیریم 10,000 میتیم قریب و مدت ماها چیکارش میکند؟ بازار رفته آمده، یعنی که زیادش میکند اگر با عقل و با فراست باشد، اگر چیکارش میکند؟ خلاصه یعنی که اقتصاد کرده، زندگی حیاتش و حیاتی عائلش گذرانده میگیره. اما یک زن باشد که اگر $10,000 در دستش میتی در کار شود، دیگه در یک ماه رفته همش چیکار میکند؟ حل فصل کرده میپرده. زیرا که در تصرف زن چی کوتاه عقل و کوتاه یعنی که فراست می باشد. بنابراین در اینجا مرد را تاکید کرده با ذکر، یعنی که جنسی مردانه گفته تاکید میکنه، به خاطر آنکه یگانه کسی که لایق هست از خشتبار میراث گذارنده از همه نزدیکترانش این مرد می باشد. این حدیث بخاری و مسلم روایت کردن. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض أي بعد أخذ كل ذي فرض فرضه فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. نكتفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.